به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب گاوبارگان پادوسپانی، بازماندگان ساسانیان در رویان، اثر چراغ علی اعظمی سنگسری. کتاب گاوبارگان پادوسانی که در سال 1354 چاپ شده می باشد، این اثر توسط چراغ علی اعظمی سنگسری نوشته شده و با چند شومیز منتشر شده است. سپاهیانی را که خلفا برای گشودن آن ناحیه گسیل داشته است در هم شکسته است و به داعیان علوی که ادعای آنها می باشند پناه داشتند. زیاد شدن اسلام در آن مرز و بوم به تدریج به دعوت شدن همین داعیان بود. معروفترین این فرمانروایان سوخراییان و باوندیان و گاوبارگان بودند. بعد از شکست و کشته شدن یزدگرد سوم، آخرین شهریار ساسانی و باز شدن ایران به دست تازیان و چند خاندان از شاهزادگان و بزرگان ساسانی داخل طبرستان و رویان و گیلان سر به استقلال گذاشته است و سلطنت و فرمانروایی نوینی را بنیاد نموده است. به فرمان خلفا تسلیم شدند و سالیان بسیار زیاد با آیین زرتشت باقی ماندند. لطفاً با من همراه باشید تا در مورد پادوسپانی برای شما توضیحاتی رو بخونم. پادوسپانیان یا بادوسپانیان یا بادوسپانان که با نام‌های دیگری همانند آل بادوسپان و استنداران نیز نامیده شده است. طولانی‌ترین حکومت تاریخ ایران و دومین حکومت طولانی تاریخ جهان میباشد. پادوسپانیان سلسله‌ای بودند که از ابتدا با عنوان اسپهبد، سپس از سده 5 تا 10 استندار و بعدتر از اواخر سده 11 میلادی تا سده 16 میلادی با نام ملک بر رویان و رستمدار حکومت می‌کردند. پادوسپانیان نسب خود را به ساسانیان و جاماسب ساسانی 21مین پادشاه دودمان ساسانی می‌رساندند. نامگذاری این سلسله به نام پادوسپان پسر گیلان گاوباره که طبق افسانه‌ها به حکومت رویان رسید، آن هم درست زمانی که برادرش داوویه به تاج و تخت گیلان رسید بوده است. این سلسله پس از دودمان پاماتو یا یاماتو در ژاپن طولانی ترین سلسله جهان است که از 22 تا 1006 هجری قمری در حدود 1000 سال در رویان و اطراف آن حکومت کردند. رویان از شهرهای قدیم و تاریخی و بومی خطه طبرستان بوده است، به طوری که بزرگترین شهر طبرستان در دشت آمل و بزرگترین شهر طبرستان در کوهستان رویان کجور بوده است. رویان در اوایل سده 7 با عنوان استندار یا استنداران و سپس رستمدار خوانده شده است و پایتخت رویان در آن زمان کجور یا کجور بوده که حدود رستمدار کاملا قابل انطباق با حدود خاک رویان بوده و شهر قدیم کجور یا کجور به فاصله 3 کیلومتری از شهر جدید کجور و در دامن کوه از شهرهای معظم آن بوده است. یاقوت حموی رویان را کرسی منطقه کوهستانی طبرستان و آمل را کرسی منطقه جلگه‌ای و اراضی پست ساحلی یاد کرده و قید نموده که در رویان ساختمان‌های خوب و باغستان‌های پرمیوه وجود داشته و نزدیک رویان یا کلار شهر سعیدآباد واقع است. هرچند که رویان در دوره تسلط داوویگان شاخه دیگر گاوبارگان عملاً تحت تسلط آنها بوده است، به طوری که داوویگان به پایتختی ساری بر رویان و زمین‌های جلگه‌ای طبرستان تا تمیشه تسلط داشتند.
پادوسپانیان در آغاز لقب اسپهبد داشتند. از آنجا که نواحی کوهستانی رویان را در تصرف داشتند، بدین جهت آنها را استاندار نیز خواندند که به معنی فرمانروای کوهستان است. چه استان به زبان تبری کوه را گویند، بعدها به ابتدای نام خود ملک را می‌افزودند. پایتخت پادوسپانان کجور یا کجور بود. نام نخست این رودمان برگرفته از بنیانگذار و نخستین اسپهبد آن بادوسپان پورگیل گاوباره است. بنابر افسانه وقتی داووی برادر گیل گاوباره جای او بر تخت پادشاهی گیلان را گرفت، او برای حکومت به رویان آمد، ولی به املاها و شکل‌های گوناگونی ثبت شده است. پادوسپانیان، بادوسپانان، بازوسپانیان، پانوسپانیان و پادوسپانیان و آل پادوسپان و غیره. این نام از واژه پهلوی پادکوسپان گرفته شده که خود مرکب از پادکوس به معنای سرزمین و پسوندپان به معنی دارنده و نگاهبان است. تئوفیلاکتوس مورخ بیزانسی سده 7 میلادی آن را به کلیماتارکس یا کلیماتارکس حاکم ترجمه کرده است. در زمان ساسانیان گاهی ایران شهر ساسانیان به 4 ناحیه و از روی 4 جهت اصلی تقسیم می‌شد که در اصل هر کدام یک پادکوسپان یا بازوسپان قرار داشته است. به گفته توما آرتسرونی مورخ ارمنی، فرستادگان خلیفه به ارمنستان را پادکوسپان می‌نامیدند. به گفته طبری مورخ اسلامی زمانی که مسلمانان به اصفهان حمله کردند نام ملک اصفهان پازوسپان بود، اما گویا پازوسپان در اینجا عنوان بوده است نه نام، مانند واژه استاندار که باز به همین مناسبت در طبری ذکر شده. به باور مارکوآراد این شخص شاید پازوسپان نیمروز بوده است. همچنین به این خاندان در دوره‌های پسین نام استانداران یا آل استاندار و ملکان رویان و ملکان رستمدار نیز دادند. نام پادوسپانیان یا بادوسپانیان از ترکیب 2 بخش پاد و اسپان یا وسپان ساخته شده است. جزء نخست پاد ریشه در واژه اوستایی و پارسی باستان پاتی دارد که به معنای سرور، نگهدارنده یا فرمانروا هستش. این واژه در سانسکریت نیز به صورت پاتی به معنی مالک یا فرمانروا دیده می شود. جزء دوم اسپان یا اسپان از واژه فارسی میانه اسپهبان گرفته شده است که به معنی فرمانده سپاه است. خود این واژه از اسپه یا سپاه و پسوندبان به معنی نگهبان یا فرمانده تشکیل شده است. در نتیجه واژه پادوسپان به معنای تقریبی فرمانده سپاه یا فرمانده کل بوده است. احتمال دارد این عنوان در ابتدا برای حکام نظامی یا محلی طبرستان استفاده شده و سپس به عنوان نام یک سلسله موروثی در آمده باشد. دوره حکومت دودمان پادوسپانی را بر اساس لقب حاکمان آن به چند بازه تقسیم می‌کنند: اسپهبدان یا اسپهبدان، استانداران، ملکان و در پایان دوره ملکان. این خاندان به 2 قلمرو ملکان نور و ملکان کجور یا کجور تجزیه شدند. اسپهبدان شجره‌نامه‌ای که حاکمان این خاندان به پادوسپان یکم رسیده و از این طریق به پادشاهان ساسانیان و حاکمان پیشدادیان و نهایتاً آدم ابوالبشر می‌رسد. ویلفرد مادلونگ در دانشنامه ایرانیکا بخش‌های نخست این تبارنامه را افسانه‌ای و مردود دانسته است.
او همچنین معتقد است هیچ مدرکی به جز شجره‌نامه‌ای که ظهیرالدین مرعشی گزارش کرده اطلاعاتی از این خاندان بیش از سده 4 ارائه نمی‌کند و در سده 5 هم رویان در قلمرو علویان طبرستان بوده و اشاره‌ای به استانداران در این بازه زمانی وجود ندارد. پادوسبان پسر کوچکتر گیل گاوواره حاکم وقت طبرستان و گیلان بود. او از برادر بزرگترش داوویه که بعدتر جانشین گیل گاوواره در حکومت شد و 9 سال پس از درگذشت یزدگرد و انقراض ساسانیان در سال 40 هجری پادوسبان به حکم پدر به رویان رفت و فرمانروای آن ناحیه شد. بدین ترتیب دودمان پادوسبانی در سال 40 هجری آغاز شد و با مرگ پادوسبان در 70 هجری خورزاد یکم آن را ادامه داد. هرچند که رویان در دوره تسلط داوویگان یعنی حاکمان از نسل داوویه عملاً تحت تسلط آنها بوده است و آن خاندان بر رویان و زمینهای جلگه‌ای طبرستان تا همیشه تسلط داشتند، در زمان پادوسبان پور خورزاد آخرین اسپهبد داوویگان به نام اسپهبد خورشید درگذشت و اعراب نواحی جلگه‌ای طبرستان را فتح کردند. پس از آن شهریار در حالی که پدرش پادوسبان دوم هنوز در قید حیات بود اسپهبد بعدی پادوسبانیان شد. در این دوره شهریار یکم به شورش طبرستان ملحق شده و در قتل عام عرب‌های ساکن طبرستان کمک کرد. پسر او وندا امید هم پس از رسیدن به اسپهبدی رویان به سیاست‌های مقابله با خلافت ادامه داد. اما نهایتاً دین اسلام را پذیرفت و جانشین او عبدالله نام دارد. عبدالله از علوی‌ها که مخالف خلافت بودند درخواست کمک برای قیامی جدید کرد و بدین ترتیب داعی کبیر را در تأسیس علویان طبرستان یاری داد. علیرغم درگیری‌های پیاپی علویان طبرستان با گروه‌های مخالف و نبردهای متعدد این دوره، اسپهبدان بعدی پادوسبانی آفریدون، پادوسبان سوم، شهریار دوم، شهریار سوم و محمد یکم توانستند قلمرو خود در مناطق کوهستانی رویان را حفظ کنند. استانداران در سال 333 هجری نخستین حاکم پادوسبانی که لقب خود را به استاندار تغییر داد به حکومت رسید. نام استاندار نخست دقیقاً مشخص نیست، اما او با وشمگیر امیر زیاری و اسائر یا الله علوی شورشی و همچنین شهریار دوم باوندی اسپهبد باوندیان محاصر بود و در یکی از درگیری‌های این دوره توانست برای مدتی شهر آمور را تصرف کند و در این شهر سکه به نام خود ضرب کرد. پس از آن زرین کمر یکم و با حرب استاندار شدند که هر دو با آل بویه وصلت کردند و سرانجام در زمان اردشیر یکم بود که طغرلبیگ به طبرستان لشکر کشید، ولی به قلمرو پادوسبانیان خللی وارد نکرد. به همین ترتیب نماور یکم و 1000 اسب یکم نیز بدون تعرض دیگر حاکمان همجوار حکومت یافتند. در دوره 1000 اسب یکم اسماعیلیان علمود به دست حسن صباح در جوار پادوسبانیان قدرت یافتند و 1000 اسب با خواهر کیا بزرگمید جانشین صباح ازدواج کرد. علیرغم فهرست استانداران و اسپهبدانی که ظهیرالدین مرعشی ثبت کرده است، قدیمی‌ترین شواهدی که از وجود دودمان پادوسبانی وجود دارد، سکه‌های کشف شده از سال‌های 502 تا 504 هجری قمری برابر با 1108 تا 1111 میلادی هستند که نشان می‌دهند شخصی به نام ناصرالدوله شرف الدین نصر ابن شهریوش در رویان و کجور یا کجور حکومت می‌کرد
و تحت تبعیت سلطان محمد تپر از سلجوقیان بوده است. اما هیچ نامی از نصر بن شهریوش در تاریخ طبرستان نیامده و نخستین کسی که در منابع مکتوب شهریوش نامیده شده چند سال بعد از این تاریخ در صحنه حاضر می شود. در زمان استانداری شهریوش باوندیان به رهبری اسپهبد شاه قاضی رستم قدرت بسیار یافتند و پس از آنکه توانستند با اتکا به نیروی نظامی خود شهریوش را مطیع نمایند از او در برابر اسماعیلیان استفاده می نمودند. با درگذشت شهریوش برادر او به نام کیکاووس به قدرت رسید که مطیع شاه قاضی رستم بود و شاه قاضی گیلان را به قلمرو او افزوده و از این پس گیل یا گیل و دیلم در حیطه بادوسپانیان درآمد. کیکاووس یک بار علیه رستم شورید ولی مجددا برتری او را پذیرفته و تقاضای عفو نمود. او همچنین پس از مرگ رستم شاه قاضی به حمایت از جانشینان او پرداخته و متحد باوندیان باقی ماند. چون کیکاووس پسری نداشت که جانشینش شود، تنها نوه پسرش را به دربار باوندی فرستاد و پس از مرگش برادرزاده او هزار اسب دوم پسر شهرنوش استاندار شد. در سال 568 هجری اردشیر یکم باوندی به خاطر حمایت‌های هزار اسب از اسماعیلیه او را کشت و کمک کرد تا زرین کمر دوم به استانداری برسد. از این پس تاریخ طبرستان اثر ابن اسفندیار گزارشی در بر ندارد و از این پس تا میانه‌های سده 8 هجری منبع دیگری از تاریخ رویان که اثری خلاصه و ضعیف از اولیاء الله آملیس نداریم. پس از زرین کمر پسرش بیستون یکم جانشین شد و در این دوره خوارزمشاهیان توانستند مازندران را فتح کنند. ولی به قلمرو پادوسپانیان کاری نداشتند و شورش گیلانیان هم توسط بیستون سرکوب شد. نامآور دوم هم با شورش‌هایی روبرو شد ولی به کمک دربار خوارزمشاهیان توانست به قدرت بازگردد. ولی همزمان حمله مغول به ایران موجب انقراض آن خاندان شد و یکی از شاهزادگان خوارزمی مدتی به او پناه آورد. اردشیر دوم پادوسپانی جانشین نامآور دوم شد و در دیلم سکنا گزید، در حالی که برادرش اسکندر که نوه دختری خوارزمشاه بود در ناتل اقامت داشت. از این دوره پادوسپانیان با شاخه جدید حکومت باوندیان قرابت یافتند. شهر آگیم در سال 643 هجری به جای اردشیر بنشست. او در مقابل شورشیان گیلانی شکست‌های خورده و نهایتاً در این دوره نمک‌آبرود مرز غربی پادوسپانیان شد. شهر آگیم با باوندیان وصلت داشت و اسپهبد محمد باوندی با دختر او ازدواج کرده بود و از او پیروی می‌کرد. این دو طی فتح قلعه گردکوه توسط ایلخانان برای کمک به محاصره کردن فراخوانده شدند، ولی پس از مدتی محاصره را رها کرده و به سرزمین‌های خود بازگشتند و این موجب تهدیداتی از سوی ایلخانان شد. ایلخانان نهایتاً محمد باوندی را کشتند و رستمدار را غارت کردند. شهر آگیم ناچار به پذیرش اطاعت ایلخانان شد ولی حاضر نشد علیرغم اصرار آنان به دربارشان رود. پس از او به ترتیب نامآور سوم شاه کیخسرو و محمد دوم به استانداری رسیدند که هر سه معاصر ایلخانان با باوندیان بودند و با آنان روابط حسنه داشتند. در میان اینان شاه کیخسرو به داشتن فرزندان زیاد شهره بوده و معروف بوده که 100 بچه داشته. پس از ایشان شهریار چهارم که فردی نظامی و جنگاور بود آخرین استاندار پادوسپانیان شد و با لشکرکشی‌های فراوان و جمع خزائن موجب آبادانی رستمدار شد. او در سال 725 کشته شد. خب با توجه به اینکه این کتاب خیلی ثقیل هستش و فکر میکنم که خارج از محدوده این پادکست باشه،
میذارم که بقیه کتاب رو خود شما بخونین و لذت ببرین. ما تا ابتدای ملکان رسیدیم و بیشتر از این دیگه برای شما نمیخونم، در صورتی که خیلی از این قسمت‌های زیادی از این کتاب در اختیار من هستش. اگر مثل من به کتاب‌های تاریخی علاقه دارید، حتما برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. حتما لذت خواهید برد. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.